علاج وسوسه در نماز بسیار یک علاج آسان شمیگم براتان. آسان علاج وسوسه در نماز نمیست که ترجمه نماز یاد کنیم. ترجمه نماز ما که در نماز استاد میشیم میگیم الله اکبر الحمدلله سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی، خو نمیفهمیم که چی گفتیم. حقیقت است یا نیست؟ نمیفهمیم که ما چی میگیم. همه علت است که باز استاد هستیم در نماز فکر ما دادگه جای می باشه. استاد هستیم در نماز فکر ما دادگه جای می باشه. تابعین مصنف ابن ابی شیبه یک روایت میاره، کتاب حدیث است. یک تابعی مریض شد، دکترها گفتن که پایش باید قطع شوه. علم یگان نفر که شکر یا یک مشکل داشته باشن میگه پایش قطع میشه، نی پایش قطع شوه. دکترها تجویز کردن که پایش قطع شوه، خود شرط است که بخاطر ازی که تو نفهمی بی درد و بی تکلیف یک گلاس شراب باید بخوری. این بزرگ گفت که هرگز من این تکلیف قبول دارم خود شراب نمیخورم. فامیل سرش فشار آورد که نمیشه، تو مریض هستی میموری هلاک میشی، قبول کو. شریعت هم اجازه میده به تو دی وقت عاجل و ضرورت. این بزرگ گفت که علت سبب و علاج شما میفهمم. دکترها را گفت ما استاد میشم به نماز، یک دو رکعت نماز. زمانی که در سجده رفتم در حالت سجده بین پای مرا قطع کنین. زمانی که من در سجده باشم من به هیچ درد و به هیچ تکلیف نمیفهمم، در محبت و در راز و نیاز به الله می باشم. بین پای مرا قطع کنین. ایره میگن نماز. حال ما را سیکو در نماز که استاد باشم سر پای ما که یک مگشی در زموج پایین میشیم یا نمیشیم. اگر پایین نشدیم از شرم کسی دیگه یک پای گرفته ی دیگه پای این کار هست یا نیست؟ استاد در نماز هستیم فکر ما چرت ما در چکر است دیگه جای است. کدام نفر میگه دکاندار بود آمد در نماز در مسجد دید که جماعت شده، او علامی پیشانی رزد که جماعت از پیش ما تیر شد. مولا صاحب گو و خیر خفا نشو، تو به نیت جماعت آمده اگر جماعت نگرفتی خیره، جماعت نگرفتی خیره، او ثوابش الله با تو میتا، ایش تشویش نکو. ای گو مولا صاحب من در غمی ازی نیستم که ثواب از دست ما بره، ثواب میشه نمیشه. من می آمدم در جماعت از پشت و دستات می شدم با الله اکبر تو پایین و بالا می شدم دیگه حساب دکان خدا پیش می بردم. آلی من نماز بخوانم یا حساب دکان خدا بکنم؟ چی کنم؟ آلی که تنها استاد میشم کدامش بکنم؟ پیش خود پشت تو استاد می شدم دیگه کار خودم را پیش. اکثر امیتور هستیم. الله سر حال ما رحم کنه. ای احسان، تزکیه نفس، تصوف اصطلاحات مختلف است. در یک حدیث می آیا از پیامبر علیه السلام جبریل امین علیه السلام آمد مال احسان. احسان چیست؟ پیامبر ما چی گفت؟ ان تعبد ربک کانک تراه، به شکل پروردگارت را عبادت کنی مثل که الله را تو میبینی. فان لم تکن تراه، اگر نتانستی که این کیفیت از خود کنی که حالت مشاهدت داشته باشی تو، باز ای عقیده و ای فکر خو از خود کو که فانه یراک، ای الله تو را میبینه. به طور به الله استاد شو که الله تو را میبینه، به طور استاد شو، به طور عبادت کو. به خاطر از بین بردن وسوسه چور زدن در نماز که کیفیت نماز ما درست بیایا، بهترین علاج شمیست که ترجمه نماز یاد کنین. بس که میخواندی الله اکبر بس فکر میکنی الله اکبر چی معنی؟ چی گفتم ما؟ الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. چرت بزن سرش که مالک یوم الدین چی معنی؟ ملا صاحب میگه مالک یوم الدین، تو بفهمی فکر کو که مالک یوم الدین چی معنی؟ سبحان ربی العظیم چی معنی؟ سبحان ربی الاعلی چی معنی؟ کل ما در مساجد خود ملا امامات داریم، بشینیم پیش رعایت کنیم. نی بهترین علاج ازی که در نماز وسوسه از بین برا یاد گرفتن ترجمه نماز است.